سلام به همگی، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. امروز اومدم بهتون یاد بدم که چطوری مثل من یه آواتار شبیه الیزا ولی با هر کاراکتر و هر سلیقه‌ای که خودتون دارید بسازید. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. اول از همه وارد استیم میشید و از قسمت سرچ برنامه ویروید استودیو رو سرچ میکنید که همون ویروید رو بزنید براتون میاره. میزنید روش. این برنامه کاملا رایگانه و شما با کلی امکانات طرف هستید، یعنی کلی امکانات مختلف داره این برنامه. کاملا هم رایگانه و برای افرادی که نمیدونن این برنامه سیستمشون میکشه اجرا کنه یا نه، اینجا نوشته دیگه. از اینجا میتونید بخونید که آیا به سیستمتون میخوره یا نه. وارد برنامه که میشید، اگر ببینید من اینجا آواتار الیزا رو دارم ولی نمیخوام رو آواتار الیزا کار کنیم، میخوام به شما بگم که چطوری برای خودتون آواتار بسازید. اینجا روی کرییت نیو میزنید و اینجا دو تا کاراکتر داره دیگه، مرد و زن، که حالا بر اساس شخصیت خودتون انتخاب میکنید. من الان اینجا زن رو میزنم. خب این الان آواتار ماست که کاملا کچله و ما باید از صفر آواتارمون رو بسازیم. من کاملا امکانات این برنامه رو قراره تو این ویدیو بهتون یاد بدم، پس حتما تا آخرش این ویدیو رو نگاه کن. توی این قسمت مدل صورت کاراکتر رو ما مشخص میکنیم که به چه حالت هستش. مثلا الان اینو ببینید، وقتی من اینو میزنم کلا مدل صورتش رو تغییر میده، یعنی از دماغ و دهن و چشم و ابرو گرفته تا کل اجزای صورت رو تغییر میده. و مثلا اینو بزنم انگار سبک پوکمانو داره، یه سبک باحالیه. یا اگر دوست ندارید، دوست دارید یه چیزی باشه که خودتون بسازید، میتونید از این قسمت بیاید سایز چشم رو تغییر بدید، پایین باشه، بالا باشه، مکانش رو تغییر بدید و خیلی از امکانات دیگه‌ای که خودتون میتونید بیاید و کاملا با اینا ور برید و ببینید که چی مد نظرتونه. حالا بعضیا میگن خب ما نمیخوایم مثلا آماده این چشما باشه، میخوایم خودمون طراحی کنیم. از این قسمت میایم توی دومین بخش و اینجا اگه ببینید فقط چشمای مختلف داره، یعنی مثلا این حالتی داره، این حالتی انیمه‌ای داره و کلی چشم دیگه. بعد از این وارد حدقه چشمش میشیم، یعنی میتونیم قشنگ بیایم حتی تا حدقه چشمش هم تنظیم کنیم که چطوری باشه. مثلا من میخوام الان این مدلی باشه، ببینید چه باحال شد. یا حالا یکی دیگه میگه من یه مدل دیگه دوست دارم باشه، میتونه بیاد تغییر بده، چشم راست و چشم چپ و همه رو تنظیم کنه. مثلا حالا همین مدل میذاریم باشه. از این قسمت میتونید رنگش رو تغییر بدید، رنگ چشمش رو تغییر بدید که به چه حالتی باشه، چه رنگی باشه. حالا بعضیا میگن آقا ما نمیخوایم از طرحهای آماده استفاده کنیم، میخوایم خودمون بیایم مثلا تغییرش بدیم. خیلی راحت از این بخش کاستوم میتونید بیاید و روی ادیت تکسچر بزنید و هر جوری که خودتون دوست دارید طراحیش کنید. مثلا اینو ببینید، این مخصوص این قسمت های هایلایتشه. مثلا میتونید بیاید رنگ قرمز رو بردارید، این قسمت رو قرمز کنید. الان ببینید یه دونه قرمز اینجا ایجاد شده. بعد مثلا بیاید آبی رو بردارید، یه دونه آبی هم توی این قسمت بزنید، این حالتی مثلا. و برای هر دو تا چشمش میتونید این حالت رو انجام بدید که کاملا سلیقه‌ایه. به سلیقه خودتون میتونید بیاید همه اینا رو تغییر بدید. میریم وارد بخش بعدی میشیم که شامل ابروها میشه. میتونید ابروهاش رو تغییر بدید، دیزاین ابروهاش رو تغییر بدید، رنگ ابروها رو تغییر بدید. مثلا من میخوام رنگ ابروهاش مشکی باشه با مثلا این طرح، یا این یکی فکر میکنم بهتر باشه. میگم کاملا سلیقه‌ای، دستتون بازه، هر جوری که دوست دارید بیاید و این کاراکتر رو بسازید. حالا من میخوام بیام برای پشت چشماش یه دونه حالت سایه ایجاد کنم. ببینید این سایه که الان ایجاد شده، الان رنگش تغییر کرد و خیلی کارهای دیگه که میتونید بیاید انجام بدید. من الان رو همین میذارم. بریم برای موجه هاش، یه همچین سبکی میخوام باشه موجه هاش و رنگش هم مشکی میذارم دیگه. الان واقعا کاراکتره داره خیلی باحال میشه و میتونید رو ادیت تکسچر بزنید و همه اینا رو دونه به دونه تغییر بدید.
خب من الان این کاراکتر رو میسازم و بعدش وارد بخش بعدی میشیم. بخش بعدی هیر استایل. اینجا میتونید موهاشو براش بگید که چه موهایی داشته باشه، چه مدلی باشه، چه رنگی باشه. و الان خدایی من اینا رو جدید دارم میبینم، یعنی اون موقعی که من آواتار الیزا رو ساختم انقدر امکانات نداشت. مثلا الان همینو بیایم رنگشو مشکی کنیم یا قهوه‌ای کنیم، هر رنگی که خودتون دوست دارید دیگه. این رنگی فکر میکنم اوکی باشه. خب این از موهاش. مثلا موهای جلوش به چه سبکی باشه؟ مثلا دوست ندارید بیاد روی چشاش، این مدلی باشه مثلا. و همه رو شما میتونید بیاید از اینجا ادیت کنید و خودتون دستی تغییرش بدید. یا پشت موهاش به چه حالتی باشه؟ مثلا من میخوام براش یه حالت پونیتیل اضافه کنم. میام از این قسمت و یه پونیتیل اضافه میکنم بهش. بعد از اون وارد بخش سایز بدنش میشیم که چه حالتی باشه، چه فرمی باشه، قدش چه اندازه‌ای باشه، بدنش چه رنگی باشه و غیره. حالا ما کاری نداریم، میریم بخش جذاب اوتفیت، یعنی لباس. برای لباس هم شما خودتون میتونید هر چیزی که از شاپ این برنامه دانلود کردید رو وارد کنید یا از هر چیزی که داره استفاده کنید و خودتون تغییرش بدید. مثلا الان من میخوام برای این کاراکتر، ببینید کلی هم لباسای مختلف داره. الان این طرح برای کاراکترمون انتخاب شد، فقط قدش یه خورده کوتاه شده حس میکنم و بخشای جدا داره دیگه. شما میتونید براش تاپ، لباس بالا، شلوار، لباس پایین، لباس مجلسی یا کلی کار دیگه میتونید بکنید. مثلا این خیلی خوشگله این لباسه و خیلی از کارهای دیگه که میتونید انجام بدید. اکسسوری بیارید براش، چهرهش رو تغییر بدید، شیدینگش رو تغییر بدید و برای انیمیشن و اینا میتونید بیاید استخوان گذاری کنید و خیلی از کارهای دیگه. الان کاراکتر ما آماده است. حالا اگر بخوایم این کاراکتر رو توی تامنیلامون استفاده کنیم باید چی کار کنیم؟ بعد از اینکه کاراکترتون رو ساختید میایید میذارید توی این بخشی که حالت دوربین عکاسی داره، یه خورده صبر میکنید تا لود بشه. بعد از اینکه اومد شما توی این قسمت میتونید کارهای مختلفی انجام بدید. یکی از اونا نوع حالت چهرشه. برای تامنیل اینا استفاده میشه و خیلی الان سیستم من لگ میزنه، میترکه، ناراحت باشه، عصبانی باشه و خیلی از کارهای دیگه. و از این قسمت شما میتونید واسه تامنیلتون عکس بگیرید و توی تامنیل ازش استفاده کنید. این قسمت هم پوزها یا ژست‌های مختلفی واسه کاراکترتون هست که شما میتونید از اینا استفاده کنید برای تامنیلاتون. مثلا الان شما از این حالت خوشتون اومده و همینو اینجا توی این حالت استاپ میزنید، ازش یه عکس میگیرید و وارد تامنیلتون میکنید. بک‌گراندش رو میتونید تغییر بدید، بک‌گراندش رو میتونید وردارید، رنگش رو تغییر بدید و خیلی از کارهای دیگه که خودتون باید بیاید همه رو به ترتیب انجام بدید. در مرحله بعد اگر بخواید این کاراکتر بر اساس تکون خوردن شما یا همون ویتیوبر بخواد حرکت کنه توی ویدیوهاتون، حتما از این فایلی که ساختید خروجی VRM بگیرید که خودش اینجا اکسپورت داره دیگه. بعد از اینکه اکسپورت رو زدید حتما تایتل کاراکترتون رو بنویسید. مثلا حالا من اسمش رو مینویسم، کریئتورش هم میزنم خودم. این دوتا رو حتما پر کنید چون اگه این دوتا رو پر نکنید نمیذاره اکسپورت بگیرید. از این قسمت میگه کی میتونه از این آواتار استفاده کنه. فقط خودتون، بقیه یا هر کسی میتونه استفاده کنه. من فقط میزنم خودم و بعد اکسپورت رو میزنم. از آموزش ساخت آواتار با برنامه ویروید استودیو. حالا اگر میخواید این آواتار بر اساس صورت شما، مثل الان کاراکتری که من دارم الیزا، تکون بخوره و حالت چهره‌های مختلفی داشته باشه، حتما توی کامنت ها بنویسید، از این ویدیو حمایت کنید تا من بیام و پارت دومش رو بسازم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. تا یه سری دیگه و یه ویدیوی دیگه میبینمتون. خدافظ.